شبکه یکم تلویزیونی روسیه یا پروی کانال شام 6 اپریل سال 2024 ویدیوی بازپرسی‌های 4 متهم اساسی به حمله خونین شام 22 مارت به طولور کنسرت‌های کراکو سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو را نشر کرد. فریدون شمس‌الدین که او را سرکرده حملگران می‌شمارند، همچنین سید اکرم رجب‌علی زاده، محمد صابر فیض و دلیرجان میرزایف در این گزارش میگویند که برای گرفتن مکافاتشان به کیف را سپار بودند. آنها میگویند که از نفر با نام سیف‌الله دستور میگرفتند و گویا این سیف‌الله به آنها گفته است که به کیف بروند و در آنجا به هر کدام آنها 1 میلیون روبلی مکافات خواهند داد. این در حالی است که هنگام بازداشت فریدون شمس‌الدین بیانات داده بود که به همه آنها همگی 500,000 روبل وعده داده، از این مبلغ 250,000 همچون اوانس به کارت بانکی او گذرانیده، 250,000 باقی مونده‌اش را باید بعد انجام حمله میگذرانیدند. اما فریدون شمس‌الدین آن کارت را نشان دادن نتوانست و گفت هنگام فرار شتاب زدهشان از مسکو گرفتن کارت و چیزهای دیگرشان را فراموش کردند. ژورنالیست تلویزیون روسیه با تکیه به مقامات امنیتی ادعا کرد که گویا سیف‌الله این 4 نفر را به طرف مرز اوکراین راهنمایی میکرد و ارتش اوکراین در مرز گویا 2 نقطه را از مین تازه کرده تا این 4 نفر بتوانند آزادانه از مرز گذرند. معلوم نیست که این بیانات متهمان اساسی برای تحکیم فرضیه دلخواه مقامات روسیه در مورد ایز اوکراین در حمله کراکوس در چه شرایط به دست آمده است. یادآور میشویم مسئولیت این حمله را سازمان تروریستی داعش به دوش گرفت. مقامات اوکراین هر نوع اتهام دست داشتنشان در حمله روز 22 مارت در کراسنogorsk را که 144 کشته به جا گذاشت رد میکنند. در رابطه با این حمله خونین دست کم 17 نفر دستگیر شدند که 15 نفرش از جمله همه 4 متهم اساسی که تفتیشات آنها را عاملان حمله می شمارد زادگان تاجیکستانند. فرضیه ایز اوکراین در حمله کراسنogorsk را کشورهای غرب نیز رد می کنند. مقامات امریکا می گویند از قبل مقامات روسیه را آگاه کرده بودند که داعش قصد انجام حمله بزرگی را در قلمرو روسیه در سر دارد. مقامات روسیه ادعا داشتند که معلومات داده امریکا خیلی عمومی بود، ولی اخیراً نشریه‌های با نفوذ آمریکایی از جمله واشنگتن پست و نیویورک تایمز خبر دادند که مقامات آمریکا هنوز 2 هفته قبل جانب روسیه را حتی از مکان احتمالی حمله خبردار کرده بودند که هدف تروریست‌ها طولور کنسرت‌های کراکو سیتی هال خواهد شد. اما در نهایت مقامات ویژه روسیه فارغ‌بالی کرده برای پیشگیری از حمله تروریستی چاره‌های لازمی ناندیشیدند و شام 22 مارت سال 2024 ساعت 19:48 دقیقه به وقت مسکو 4 نفر مسلح آزادانه وارد کراکو شده مردم را تیرباران کردند و بعد 13 دقیقه ساعت 20:01 همچنان آزادانه از آنجا فرار کردند. آنها را تنها 1 روز بعد در حدود ولایت بریانسک قریب 500 کیلومتر جنوبتر از محل حمله دستگیر کردند. بسیاری از کاربران نیز به این فرضیه ایز اوکراین که جانب روسیه از جمله رهبریت عالی سیاسی این کشور میخواهند تلقین کنند باور ندارند و به آن با نظر شبهه نگاه میکنند. به عقیده این کاربران زیر آن شکنجه‌های سنگینی که متهمان روبرو شدند آنها میتوانند هر بیانات دلخواه مقامات را بدهند. قبلا در اینترنت عکس نشر شد که چگونه هنگام بازداشت یکی از متهمان اساسی فریدون شمس‌الدین را با پیوستن نیروی برق به عضو تناسلش شکنجه میدهند. در ویدیوی دیگر هنگام بازداشت گوش سید اکرم رجب‌علی زاده را بریده به دهانش انداخته مجبورش میکنند که گوشش را بخورد، وگرنه عضو تناسلش را بریده به دهانش خواهند انداخت.